بیخبری طالبان از جسد رهبر القاعده. مجاهد میگوید که هنوز موفق به پیدا کردن جسد الظواهری از محل حمله نشده ایم. ترس جهان از تهدید تروریسم در افغانستان. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از تهدید تروریسم در افغانستان نگرانند. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان. نویسنده شورای اتلانتیک از رونق تجارت مواد مخدر پس از به قدرت رسیدن طالبان خبر داده است. و خواست تکرار جهان از طالبان. وزیر دفاع هند بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که تا اکنون جسد ایمن الظواهری را از محل حادثه پیدا نکردند. آقای مجاهد امروز پنجشنبه 3 سنبله حدود 1 ماه پس از کشته شدن ایمن الظواهری در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در کابل در یک نشست خبری گفت که تا اکنون موفق نشدند که جسد الظواهری را از محل حمله پیدا کنند. ظواهری دی وجل د ادعا په حق باید اوس دا اوسم د ادعا په حد کې پاتې تحقیقات روان دي، نتیجه تر اوسه نه ده څرګنده شوې. هلته جسد هم نه ترلاسه شوی ځکه هغه کوم توغندي چې لګېدلي کوم شی هدف راوستی هغه ټول له منځه تللی هغه هدف، نو کوم شی لاسته نه دی راغلی. این در حال است که ایالات متحده آمریکا در آغاز ماه روان میلادی اعلام کرد که رهبر شبکه القاعده را به تاریخ 31 جولای در کابل کشتند. قابل ذکر است که کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل واکنش‌های تند داخلی و بین المللی را به همراه داشت و آمریکا طالبان را متهم به نقض توافقنامه دوحه کردند. طالبان پیش از این گفته بودند که در مورد این رویداد تحقیق می‌کنند، اما معلوم نیست که نتیجه نهایی این تحقیق چه زمان نشر می‌شود. همچنان در این نشست خبری ذبیح الله مجاهد افزود که داعش در افغانستان به گونه بی‌پیشینه سرکوب شده است. او گفت که کشورهای منطقه و شمول روسیه دیگر هیچ گونه نگرانی از سوی گروه داعش از خاک افغانستان نداشته باشند. نامبرده با اشاره به گشتنی هواپیماهای بی سرنشین در قلمرو افغانستان اضافه کرد که این هواپیماها مربوط به آمریکا می شود و هیئت آنان با آمریکا در مورد گفتگو می کنند. ذبیح الله مجاهد تاکید کرد که خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد. این گفته های آقای مجاهد در حال است که وزیر دفاع روسیه به تازگی گفته است که داعش و القاعده در افغانستان فعال هستند و ایدئولوژی رادیکالیسم مذهبی و جنایات فرامرزی در حال گسترش است. مشاور امنیت ملی ازبکستان میگوید تروریسم و افراطگرایی در افغانستان تهدیدی برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. ویکتور محمدوف در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در تاشکند برگزار شده بود تاکید کرد که نظارت بر مرزها باید بیش از پیش تقویت شود. تاشکند روز گذشته چهارشنبه 2 سنبله میزبان نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود. در این نشست همکاری‌های بین‌المللی در حوزه دفاعی، ثبات و امنیت در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و هماهنگی کشورهای عضو سازمان برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این نشست از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند اعضای دائم سازمان همکاری شانگهای هستند. یک اتاق فکر امریکایی موسوم به اتلانتیک کنسول میگوید که تجارت مواد مخدر پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان رونق گرفته است. این سازمان می‌افزاید که طالبان با صدور فرمان تلاش کرده مانع تولید و تجارت مواد مخدر شوند، اما آنچنانی که باید این فرمان را تطبیق کنند نکردند. این سازمان در یک مطلب تحلیلی می‌نویسد که تولید مواد مخدر برای افغان‌های فقیر تنها راه درآمد به شمار می‌رود و با توجه به بحران اقتصادی موجود در افغانستان برای طالبان دشوار خواهد بود تا مانع کشت و تولید مواد مخدر شوند. سازمان مذکور می نویسد که از زمان جمهوریت صنعت غیر قانونی مواد مخدر بزرگترین سکتور اقتصادی در افغانستان بوده و برای بیش از 5 میلیون جمعیت این کشور شغل ایجاد کرده است. اتلانتیک کنسول می نویسد که با تحریم های اقتصادی علیه طالبان، مسدود شدن دارایی های افغانستان و قطع کمک های خارجی، این گروه توان ارائه کشت بدیل برای کشاورزان افغانستان را از دست داده است. این سازمان میگوید که فراگیر شدن خشکسالی نیز مانع کشت سایر محصولات زراعتی شده و دهقانان افغان را مجبور کرده به کشت خشخاش روی بیاورند. دیوید منسفیلد، یک کارشناس اقتصادی و تحلیلگر تجارت مواد مخدر در افغانستان میگوید
گزارش‌ها و تصاویر به دست آمده از افغانستان نشان می‌دهد که این کشور در سال 2022 میلادی شاهد تولید و کشت گسترده مواد مخدر به ویژه در مناطق جنوب غربی بوده است. این سازمان با اشاره به یک بازار عمده فروشی مواد مخدر در ولایت فرا میگوید که فرمان منع کشت و تولید مواد مخدر از سوی طالبان نه تنها باعث کاهش مواد مخدر شده بلکه قیمت آن را در افغانستان افزایش داده است. بر اساس یک گزارش سازمان ملل، افغانستان در سالهای پسین 85% کل تریاک جهان را تولید کرده است. راجنات سنگ وزیر دفاع هند گفته است که کشورش از افغانستان صلح‌آمیز، امن و باثبات حمایت می‌کند. او همچنین خواستار تشکیل حکومت فراگیر از طریق گفتگو و مصالحه در افغانستان شد. وزیر دفاع هند تاکید کرده است که خاک این کشور نباید به عنوان پناهگاه و محل آموزش برای تروریست‌ها استفاده شود. به گزارش ایندیا تودی، راجنات سنگ روز گذشته چهارشنبه 2 سنبله در نشست سازمان همکاری شانگهای در تاشکند ازبکستان از این سازمان خواسته است که به طور متحد علیه تروریسم مبارزه کند و تهدید را در همه اشکال آن از بین ببرد. نامبرده اضافه کرده است که تروریسم به هر شکل جنایت علیه بشریت است و یکی از جدی‌ترین چالش‌های صلح و امنیت جهانی است. 1 سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. تشکیل حکومت همه‌شمول و رعایت حقوق بشر و حقوق زنان از شرایط اصلی کشورها مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان است.